امروز با یه ترک دیگه در خدمتتون هستم. توی ویدیوهای قبلی ریتم رو با هم کار کردیم، ریتم‌های خارج از کتاب رو با هم ساختیم و اینکه 2 تا ویدیو تقدیمتون کردم از هم نوازی با سازهای دیگه، یا اینکه یه آهنگی که دوست داشته باشیم بتونیم باهاش هم نوازی کنیم، ترتیبش چجوری هست و چه قانونایی باید رعایت کنیم. توی ویدیو قبلی هم عرض کردم که اول باید تشخیص بدیم اون آهنگ چند ضربی هست، ضرباشو پیدا کنیم و اینکه شروع کنیم یه ریتم مناسب با اون آهنگ انتخاب کنیم و شروع به نوازی کنیم. امروز یه آهنگ دیگه داریم، اول با هم ضرباشو تشخیص میدیم و اینکه یه ریتم انتخاب میکنیم که با هم دیگه شروع به نواختن کنیم. این آهنگ هست اولین کاری که میکنیم اینی که توضیحی که دادم خدمتتون تو ویدیوهای قبلی اینی که ضرب آهنگ رو پیدا کنیم. ضرباشو با هم دیگه با توم میزنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 4 شما حلقه 3 4 3 4 3 4 4 قبلی که با هم زده بودیم یه ریتم مناسب براش پیدا کنیم. ساده ترین چیزی که توی تمرین ریتم سازی با هم زدیم و اینکه تو کتابم بود، میتونیم بزنیم توم بک چپ توم بک، توم بک چپ توم بک، یعنی 1 2 3 4. تو شماره 1 توم میخوره، تو شماره 2 بک چپ، شماره 3 توم و شماره 4 هم دوباره بک. توم بک چپ توم بک 1 2 3 4 1 2 3 4 شماره 2 بک چپ، شماره 3 توم و شماره 4 هم بک. 1 2 3 4 همین رو با هم دیگه شروع می‌کنیم. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4. میتونید یه میزان در میون بزنید، یعنی یه میزان بزنید یه میزان سکوت کنید. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 درست در بیاد. میتونین هر یه میزان در بیان یه میزان بزنین، یه میزان سکوت کنین، یه میزان بزنین، یه میزان سکوت کنین. توی ریتم‌های دیگه هم میتونین استفاده کنین. مثلا سرزربشو میشکنیم اول 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. دوباره اولین کاری که میکنیم این تومشو بزنیم، سرزرب رو با نوت توم برای خودمون پیدا کنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. عذرخواهی میکنم از اینکه صدای ویدیو کم و زیاد میشه.
میخوام یه صدایی باشه که صدای دفعه هم بشنوی، صدای ویدیو. 1 2 3 4 1 2 3 4 تنبک چپ تنبک تنبک چپ تنبک 2 3 4 تنبک چپ تنبک 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 یه میزان در میون بزنید. بعد که تو دست افتاد 2 تا میزان در میون میزنیم، یعنی یه میزان سکوت میکنیم، 2 تا میزان اجرا میکنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 میتونیم به حسب ویدیوهای ریتم سازی بیایم الان عوضش کنیم. 1 2 3 4 شماره 4 مون به جایی که بک باشه یه دونه ریز بذاریم، یعنی 1 2 3 4 ریز، یعنی بذاریم 1 2 3 4 توی همه ویدیوهای ریتم سازی اینا رو براتون توضیح دادم، میتونید اونجا نگاه کنید. بعد دوباره برگردیم سراغ همین تمرینات. 1 2 3 4 ویدیوهای ریتم سازی خدمتتون عرض کردم. یه ریتم دیگه، یکمون باشه تون، دومون باشه بک، سهمون باشه تون چپ، چهارم باشه بک. 1 تون، 2 بک چپ، 3 تون چپ، 4 بک، یعنی 1 2 3 4 میکنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 تون بک چپ تون چپ بک تون بک چپ تون چپ بک تون بک چپ تون چپ بک تون بک چپ تون چپ بک. همه ویدیوهای ریتم سازی ریتم‌های مختلف و 2 ضربی، 3 ضربی، 5 ضربی، ریتم‌های لنگ رو توضیح دادم خدمتتون. ریتم‌های ترکیبی میتونید اول اونها رو نگاه کنید، خوب که تبحر پیدا کردین توی ریتم سازی و اینکه ریتم‌های مختلف رو بزنید. بعد آهنگایی که دوست دارین مثل کاری که امروز کردیم رو بذارین و اینکه شروع کنین. اول گفتم سرضرباشو پیدا کنین،
بعد شروع کنید ریتم مناسب انتخاب کنید باهاش بزنید. عذرخواهی میکنم که تمرینیه، حالا نمیتونیم چیزای خیلی پیشرفته انتخاب کنیم. اگر که سوالی بود، ایرادی بود، میتونید با شماره تلفن من 912 218 6197 تماس بگیرین، یا اینکه ویدیوهایی که صوتیایی که دوست دارین، ویدیوهایی که دوست دارین بفرستین، اونی که دوست دارین باهاش بزنین. اگر خودتون پیدا نکردین، اگر کمکی احساس کردین از من برمیاد، تماس بگیرین بفرستین، در خدمت شما هستم با کمال میل. و تمام ویدیو بنا به درخواست دوستانی هست که دسترسی به معلم و کلاس ندارن، وگرنه هیچ گونه ادعایی پشت هیچ کدوم از این فیلم‌ها وجود نداره.